با عرض سلام احتمال کنم دکتر سیبا عزیز خدا کنه همگان ساعت سلامت باشید. امروز لکچر هفتم از دکتر سیبا که میخوانیم به نام خداوند مهربان درس خواهد شروع میکنیم. درس گذشته ما دکتر سیبا در مورد چی بود؟ در مورد سمت‌های گلاسینومر بود که ترکیباتش خواندیم که چی بود، خواصش خواندیم که کدام خواص داره و چگونه طرز استفادهش خواندیم و همچنین در کدام حالت استدلال داره که از سمت‌های گلاسینومر چی کنیم استفاده کنیم. امروز دکتر سیبا سمت‌های چی رو میخوانیم؟ گلاسینومر نوری رو. سمت‌های گلاسینومر نوری دکتر سیبا جمله سمت‌های میباشه قسمی که در لکچر قبلی همراهتان بحث کردم. گفتم سمت‌های گلاسینومر یکی از معایبشان یا یکی از خواص نامطلوبشان این بود که زمانی که ما پرکاری میکردیم یا در بعض موارد دیگه از این استفاده میکردیم یک مدت زمان طویلی را در بر میگرفت، مثلا حدود 24 ساعت در بر میگرفت که تا همین سمت‌های گلاسینومر ما چی شود؟ سخت شود و بعد از اون ما میتونستیم که چی کنیم؟ پالش بسازیم، پالش بکنیم. اما کوشش کردن بعد از اینکه تحقیقات زیاد صورت گرفته دکتر سیبا کوشش کردن که اینمی خواص نامطلوب سمت‌های گلاسینومر رو چی کنن؟ باید از بین ببرن. به همون خاطر چی رو اضافه کردن دکتر سیبا؟ کشف کردن سمت‌های گلاسینومر نوری را. یعنی در ترکیب اینمی سمت‌های گلاسینومر بر علاوه که اون موادی که در خود از این جای داشت چی رو اضافه کردن؟ رزین اضافه کردن. رزین از جمله مواد از دکتر سیبا سبب از این میشه که اینمی مواد پرکاری ما یک رنگ قابل قبول بر ما داشته باشن، یعنی هنگامی که ما پالش کنیم یک رنگ قابل قبول بر ما ایجاد کنه و دیگه ستینگش دکتر سیبا بعد از 30 تا 40 ثانیه چی میکنه؟ تکمیل میشه. مثلا ما میتونیم که همون روزی که این دندان ها را با سمت‌های گلاسینومر نوری پر کردیم بعد از 30 تا 40 ثانیه ما را میتونیم که چی کنیم؟ اجازه پالش کردن می داشته باشه و رنگ قابل قبول را برای ما ایجاد میکنه. براتون گفتم یکی ورکینگ تایم است و دیگه هم ستینگ تایم. ورکینگ تایم دکتر سیبا چی بود؟ هر زمانی که ما مواد را با هم مخلوط میکنیم تا زمانی که ببریم یا داخل کویته انتقال بدیم و چی شود کارمو باید تکمیل شوید ورکینگ تایم میگن. اما ستینگ تایم دکتر سیبا چی است؟ هر زمانی که این مواد شروع به چی میکنه؟ شروع به خشک شدن میکنه یا به شروع به خشک شدن میکنه، اینمی را برش میگن ستینگ تایم. به همین خاطر این سمت‌های گلاسینومر ما یک خاصیت چیست که زود پالش میشه و دیگه در مقابل از دادن آب حساس نیست. یعنی تشویش ما از این رفت است که بگوییم که آب خود زود از دست میده و این مواد پرکاری ما زودتر دچار چی میشه؟ دچار چی میشه؟ دچار ترک خوردگی یا دست خوردگی میشه. سعی کنید دکتر سیبا اینی لیکویدش است، اینی هم پودرش است. در این پتا دکتر سیبا یک قاشق از پودر میگیریم یا 2 قاشق از پودر میگیریم و یک مایش میگیریم. براتون گفتم که باید هر سهش این پودر را به 3 تا 4 تقسیم کنیم، هر سهش 7 ثانیه 8 ثانیه چی کنیم؟ مخلوط کنیم که مکمل طول یعنی مدت مخلوط کردن ما چند ثانیه بود؟ 8 ثانیه بود. که دکتر سیبا دو نوع گلاسینومر در بازار عرضه میشه. شما که در هر کدامتان اگر در معاینه‌خانه دکتر سیبا دندان کار میکنین یا خودتان شخصی معاینه‌خانه داره متوجه شده باشین نوشته است یکی GC2 GC1 یا هم نوشته است میباشه دکتر سیبا یکی به پشت قوطی نوشته میباشه ریستوریتیو یا هم نوشته میشه سمنتر. یعنی اگر سمنت نوشته باش به این معنی که ایره ما به خاطر چی استفاده میکنیم؟ به خاطر نصب کردن کراون ها و بریچ ها استفاده میکنیم. اگر ریستوریتیو نشان بود یعنی به معنی ترمیمی است، در حالاتی که ضرورت به ترمیم یا در حالاتی که ضرورت به چی باشه؟ به پرکاری باشه از استفاده میکنیم. تکنیک ساندویچ چی است دکتر سیبا؟ در تکنیک ساندویچ چی است دکتر سیبا که اینمی وقتی کمپوزیت ما به حیث چی باشه؟ وقتی کمپوزیت به حیث مواد پرکاری دائمی باشه، متوجه هستین؟ کمپوزیت به حیث مواد پرکاری دائمی باشه و در تحت یا در زیر کمپوزیت ما چی استفاده کنیم؟ از گلاسینومر استفاده کنیم یا از بیس گلاسینومر استفاده کنیم. اینمی را برش میگن تکنیک ساندویچ. بازم براتون تکرار میکنم دکتر سیبا. اگر کمپوزیت به حیث مواد پرکاری دائمی باشه یعنی به عوض سیلیکات یا هم به عوض عملگم ما چی استفاده کنیم؟ از کمپوزیت استفاده کنیم و در زیرش یا در تحتش از چی استفاده کنیم؟ از
گلاسینومید. این را برش میگن تکنیک ساندویچ. سابق میگفتن دکتر زیبا که سطح اینمی گلاسینومید با چی شود؟ باید ایچ شود. متوجه هستین؟ چون در زیرش گلاسینومید است، در تحتش چیست؟ کمپوزیت. باید به خاطر که این کمپوزیت ما گیرش خوب داشته باشه، ما ضرورت به چی داریم؟ ضرورت داریم که ایچو باند کنیم. نیم اینا ضرورت به این بود که باید سطح گلاسینومید ایچ شود که وقتی که ایچو یک باند خوب، یک تطابق خوب، یک چسبیدگی خوب بین مواد پرکاری و دندان چی میشه؟ ایجاد میشه. نه وقتی که ما ایچو باند میکنیم. اما بعضی ها میگن دکتر صاحب که ما باید اینمی سطح چی را گلاسینومید را باند نکنیم. چرا باند نکنیم؟ به خاطر از اینکه دکتر صاحب یکی از خواص نامطلوب کمپوزیت ها پرکاری های دائمی کمپوزیتی است که شیرین کاج میکنه. شیرین کاج به معنی چی دکتر صاحب؟ به معنی جمع شدگی. یعنی وقتی که خود یک جمع کنه، یک گپ، یک فاصله را بین نمو دندان و مواد پرکاری چی میشه؟ ایجاد میشه. و میگن که امکان داره که وقتی که مواد پرکاری بیفته، امکان داره که اینمی سمنت گلاسینومید یا بیس گلاسینومید از تحت از این چی شود؟ خارج شود و جدا شود. دیگه تکنیک تونل از دکتر صاحب. تکنیک تونل در صاحب چی است؟ در کلاس دو گفتیم دکتر صاحب کوشش میکنه که مارجینال رجا حفظ شود. اینی قسمت ها رو متوجه هستید؟ اینیا چی است؟ مارجینال رجا است. اینیا باید کوشش شود که حفظ شود. اگر اسات اوکلوزال زمانی که اسات اوکلوزال دکتر صاحب ما چی کنیم؟ کریس واقع شده باشه، ما بخوایم که اسات اوکلوزال وارد شویم و اینمی را ناحیه را با توسط چی پر کنیم؟ توسط گلاسینومید پر کنیم و سطح گلاسینومید ما میتونیم که یا هم با کمپوزیت پر کنیم یا هم با عملگرم. فهمیدید دکتر صاحب؟ تکنیک تونل چی است؟ تکنیک تونل گفتیم که وقتی که کلاس دو باشه، کلاس دو را میفهمید دکتر صاحب کدام کلاس است؟ کلاس است که هم سطح اوکلوزال هم سطح انترپراکزیمال کریس واقع میشده باشه، هم در سطح اوکلوزال هم در سطح انترپراکزیمال. وقتی که ما سطح اوکلوزال وارد شویم، یعنی مثلا این ساحه هم کریزی است، این ساحه ما گوش میکنیم که سطح اوکلوزال وارد شویم. وقتی که سطح اوکلوزال وارد شدیم، آهسته آهسته خود به کجا میرسیم؟ به اون نواحی که کریس وجود داره، همین نواحی در بر بگیره، هم قسمت های انترپراکزیمال و میتونیم که ایرا بیس گلاسینومید کنیم و در زیر از در بالای گلاسینومید میتونیم که یا از کمپوزیت یا هم از چی بگذاریم؟ از عملگرم. اینی را برش میگن تکنیک تونل. در تکنیک صورت دکتر صاحب چی است؟ این هم حالتی است که مثلا بدون از اینکه از سطح اوکلوزال وارد شویم و یا از سطح بوکل یا هم از سطح لنگوال ما وارد میشیم به چی معنی دکتر صاحب؟ که ما می پریشن یا تراش خود یا از سطح بوکل شروع میکنیم یا هم از سطح چی شروع میکنیم؟ لنگوال شروع میکنیم. که این را برش میگن تکنیک سلام و میگن که این تکنیک نسبت به تکنیک تونل چی میباشه؟ ساده تر میباشه. دیگه دکتر صاحب گلاسینومیدهای نقره‌ای است که خود گلاسینومیدهای ساده را خواندیم، دیگه نوری را خواندیم، اینا نقره‌ای میخوانیم. گلاسینومیدهای نقره‌ای دکتر صاحب چی است؟ گلاسینومیدهایی است که دایی چی اضافه کردن؟ 40% پودر عملگرم اضافه کردن. چقدر؟ 40% پودر عملگرم اضافه کردن. این را برش میگن میراث مکس هم برش یاد میکنن. به خاطر چی اضافه کردن دکتر صاحب؟ که همین خصوصیت یا استحکام فشاری ازی بالا شود. و چی معنی دکتر صاحب؟ که یعنی هر قدر ما وقتی که فشار رو وارد میکنیم از باعث کاندنس نمودن یا پچک کردن مواد پرکاری مانند عملگرم اینمی از خود چی داشته باشه؟ مقاومت داشته باشه، یعنی نشکنه، یک درز ایجاد نشه در سرش. با اون خاطر چی اضافه کردن؟ گلاسینومیدهای نقره‌ای را نام گذاشتم که در 40% پودر عملگرم اضافه کردن که به نام میراث مکس هم یاد میکنم. بعد از اون دکتر صاحب در کارخانجات گوش کردن که یا به جای این پودر عملگرم یا نقره اضافه کنن، سیلور اضافه کنن که را برش میگن باز سیلور جی آی یا جی آی مخفف چیز گلاس اینومید و یا هم برش چی اضافه کردن؟ طلا اضافه کردن که باز برش میگن گولد جی آی. یک خاصیت از این خواص نامطلوب از این دکتر صاحب این است که رنگ قابل قبول برای ما ایجاد نمیکنه. این در ساحاتی که زیاد در معرض دید قرار داشته باشه ما نمیتونیم که از چی کنیم؟ استفاده کنیم. بیشتر زیادتر کوشش میکنن که از این در کویته های کلاس 2 که کوچک باشد. کلاس 2 کدام کویته است؟ کویته که
زیمل در بر میگیره، هم سطح چی را اکلوزال در بر میگیره. برش چی اضافه میکنیم؟ یا هم ریی ازی استفاده میکنیم یا هم به خاطر بلدبد دندان های اندو. بلدبد دندان های اندو چی از دکتر سیبا؟ زمانی که یک دندان تاجش مکمل از بین میره، ریشه هاش باقی میمونه. اونمو در کلانترین ریشهش، مثلا در دندان های فک علوی، مولرهای فک علوی کلانترین 3 ریشه داره دکتر سیبا که کلانترین ریشهش چی است؟ ریشه پلاتینلش است. و در دندان های مولر فک سفلی کلانترین ریشه چیش است دکتر سیبا؟ ریشه دیستالش است. به همین خاطر در داخل از این کوشش میکنیم که دندان دیگر ریشهش جور است. اکسره میگیریم دکتر سیبا، اطراف ساحه پیرامیکل هم میبینیم که کدام لیژن یا کدام رادیو رسنسی نداره. لیگامنت پردوتال سالم است، لمینا دورا موجود است. وقتی که دکتر سیبا اینی حالت ها را دیدیم که نرمال بود، باز کوشش میکنیم که اینمی ریشه هایی که باقی مانده این را دوباره چی کنیم؟ بلعبد کنیم، ببینیم چی مانده دوباره احیا بسازیم. در داخل از این کانامی ریشه هایی که کلان است پیچ دکتر سیبا تطبیق میکنیم. بعد از اینکه پیچ تطبیق کنیم توسط کمپوزیت ما یک چی جور میکنیم، یک یا هم توسط کمپوزیت یا هم توسط اینی گلاسینومر های نقره‌ای تار جور میکنیم و پیچ ها دکتر سیبا قسم مانده میشه که یک نیمش در داخل ریشه دندان است، نیمش بیروی باشد که در نیمش که در بیرون ماندگی است چی اضافه میکنیم؟ توسط این گلاسینومرهای نقره‌ای یا توسط کمپوزیت ما یک تاج اضافه جور میکنیم و بعد از اون دندان تراش میکنیم به خاطر چی؟ پوش که اینی را برش میگن بلدبد دندان های اندو. و دیگه ستنگ از این دکتر سیبا چقدر مدت است؟ 10 تا 15 دقیقه می باشد و بعض وقتا دکتر سیبا میتونیم که اینوی سمنت گلاسینومرهای نوری چی استفاده کنیم؟ ضرورت نداره اینوی گلاسینومرهای نوری دکتر سیبا پروتکتش کنیم یا محافظش کنیم. توسط چی محافظش میکنیم؟ توسط رزین محافظش میکنیم که نه دومو حالت آب خود از دست نده. به این حالت هیچ ضرورت نداریم دکتر سیبا که از چی کنیم؟ استفاده کنیم، چون خودش اینوی خصوصیات داره است که ترک ایجاد نشه. نه دکتر سیبا سر بیس ها لاینرها که زیاد بحث کردیم، اما اینال میخوانیم که بیس ها لاینرها چی است. بیس ها لاینرها دکتر سیبا دندانی که تحت تداوی قرار میگیره. متوجه هستید؟ یک دندان ما میخوایم یا پرکاری کنیم یا ریشه هایش پر کنیم، در معرض چه قرار میگیره؟ تحریکات مختلف. مثلا دکتر سیبا کریس است دیگه، همین لرزش و فشاری که از باعث فرس بالای دندان وارد میشه، از حرارتی که دکتر سیبا وارد میشه بالای نیمی از باعث چرخش یعنی فرز ایجاد میشه او بالایش هست. در حقیقت دکتر سیبا یا از هر نوع ریستوریشن های دیگه که استفاده کنیم میتونه که یک سری تحریکات بالای دندان چی کنه؟ ایجاد کنه. اینا دکتر سیبا وظیفه ماهی است که ما باید اینمی پلپ ما را چی کنیم؟ محافظت کنیم. چه قسم محافظت کنیم؟ از اینمی تحریکاتی که به این وارد میشه این را باید چی کنیم؟ محافظت کنیم. مثلا دکتر سیبا میفهمیم که دینتین یک رول محافظه‌ای را در مقابل پلپ انجام میده. چی با چی اون انجام میده که اینمی حجرات اودونتوبلاست هایی که در پلپ وجود داره یا تنبیه میشه هر تحریکی که به این وارد شود، کیمیاوی باشه، فیزیکی باشه، مکانیکی باشه، هر چیزی که باشه دنتوجینه تنبیه میشه. دکتر سیبا پروسه دینتین سازی وقتی که تنبیه شد اونمو کوشش میکنه که این پلپ ما رو چی کنه؟ محافظت کنه، یعنی از رساندن اینمی تحریکات به پلپ شود و جلوگیری شود. اگر دکتر سیبا 0.5 میلیمتر از دینتین باقی مانده باشه در سطح پا، در حقیقت 75% اینمی تحریکات که وارد میشه اینا چی میکنه؟ نهی میکنه. اگر در صورتی که 1 میلیمتر از دینتین باقی مانده باشه 90% میتونه که اینمی تحریکات چی کنه؟ نهی کنه. گفتم براتون کیمیاوی میتونه باشه این تحریکات، فیزیکی میتونه باشه، میتونه باشه، دوایی میتونه باشه. وقتی که 1 میلیمتر باشه دینتین 90% تحریکات چی میکنه؟ نهی میکنه. اما در صورتی که 2 میلیمتر از دینتین باقی مانده باشه در حقیقت 100% تحریکات چی میکنه؟ نهی میکنه. ما در صورتی که مثلا 2 میلیمتر از دینتین باقی مانده باشه در صورت دکتر سیبا ما هیچ ضرورت نداریم که از بیس و لاینر چی کنیم؟ استفاده کنیم، چون خود دینتین اینمی توانایی رو داره که دست پلپ چی کنه؟ محافظت کنه. لاینرها دکتر سیبا ابتدا لاینرها رو میخوانیم چی بعد از بیس ها. لاینرها دکتر سیبا موادی هستند که اینمی استحکامش چی است؟ پایان است. و چی مونو دکتر سیبا در مقابل فشاری از خود توانایی نداره.
و بسیار رقیق و چی می باشه، غلظتش بسیار کم می باشه. لاینر ها مواد هستند دکتر صاحب که رقیق هستند، یعنی غلیظ نیستند، رقیق هستند و در مقابل فشار زمانی که بالای از یا وارد شود توانایی ندارن، میتونن که چون رقیق هستن باسانی یعنی غلظتشان بسیار زیاد نیست و اون خاطر میتونن که یا چی کنن دچار شکست شود یا ترک‌خورده شود. دو نوع لاینر هاست دکتر صاحب، یکی تین فیلم لاینر هاست و دیگه تک فیلم لاینر هاست. تین فیلم لاینر ها چی است؟ این هم اینمی تین فیلم لاینر ها به نوبه خود به دو گروه تقسیم شده، یکی سسپنشن لاینر است و دیگه سولوشن لاینر است. که سسپنشن و سولوشن دکتر صاحب میفهمید که چی از در کیمیا خواندید. و تک فیلم لاینر ها می باشه که ضخامت از یا چقدر می باشه دکتر صاحب؟ 0.2 تا 1 میلیمتر می باشه. اینمی سولوشن لاینر ها که مربوط چیه میشه دکتر صاحب؟ مربوط تک فیلم لاینر ها میشه. ضخامت از یا چقدر است؟ 2 تا 5 مایکرون می باشه. 2 تا 5 مایکرون. فکر کنید که چقدر ضخامت از کم است. و در صورتی که سسپنشن لاینر باشه ضخامتش میتونه که بین 20 تا 25 مایکرون باشه. و در حقیقت دکتر صاحب از جمله این لاینر ها میتونیم چی را نام بگیریم؟ ورنش. ورنش دکتر صاحب چی است؟ ورنش یعنی یک ترکیب عضوی است، یک ترکیبی است که عضوی است، غیر عضوی نیست. و در یک چی حل شده است دکتر صاحب؟ در یک محلل بفر، یعنی محلول یا محللی که بفر باشه، یعنی بفر باشه آزاد کننده باشه. که اینمی زمانی که دکتر صاحب وقتی که اینی ورنش ما استفاده میکنیم در داخل کویتر چی میکنه دکتر صاحب؟ اینمی محلل چی میکنه؟ فرار میکنه، چون بفر است براتون گفتم نه؟ فرار میکنه و موادی که در ترکیب از وجود داره در داخل اون ساحه چی میشه؟ تنشین میشه. که وظیفه از اینمی ورنش‌های دکتر صاحب که تیوبول‌های دینتین چی میسازن؟ مسدود میسازن. مثلا اگر دکتر صاحب از پرکاری‌های عملگم استفاده کنیم، یک خواص نامطلوب پرکاری‌های عملگم بوی بود که سبب تغییر رنگ در دندان‌ها میشد. چرا سبب تغییر رنگ در دندان‌ها میشد؟ به خاطر میشد که چون در ترکیب از چی قرار داره؟ در ترکیب عملگم فلزات قرار داره. وقتی که مستقیما بالای دندان قرار دادیم، اینمی فلزاتی که در داخل ترکیب عملگم است در داخل تیوبول های دینتین چی میشه؟ تنشین میشه، یا داخل تیوبول های دینتین نفوذ میکنه و سبب چی میشه؟ سبب به وجود آمدن تغییر رنگ در دندان ها میشه. به خاطر که دکتر صاحب ما از اینمی حالت جلوگیری کنیم، از چی استفاده میکنیم؟ یعنی در زیر کم عملگم از ورنش استفاده میکنیم. و ورنش چی میکنه دکتر صاحب؟ که اینمی تیوبول های دینتین بسته میکنه یا مسدود میسازه از دخول اینمی ذرات فلزات عملگم در داخل تیوبول های دینتین چی میکنه؟ جلوگیری میکنه و بالاخره دندان سبب چی نمیشه؟ سبب تغییر رنگ در دندان نمیشه. و دیگه دکتر صاحب از جمله امین لاینر هایی که ورنش بود متوجه خوب باشین دکتر صاحب. دیگه چیه؟ زینک اکساید ایژینول. زینک اکساید ایژینول دکتر صاحب این پودرش هست، اینی هم لیکویدش هست. اینم به این شکل میبینین چی میکنیم؟ اینم ما مخلوط میسازیم. خواص زینک اکساید ایژینول چیه دکتر صاحب؟ این بیسال لاینرها بسیار زیاد مهم است، خوب صحیح بفهمید. زینک اکساید ایژینول خواص چیه دکتر صاحب؟ خاصیت تسکین کننده داره، یعنی به چی معنا که درد چی میکنه؟ کاهش میده. خاصیت سیل کننده خوب داره. به چی معنا دکتر صاحب؟ که یک سطح که بالای یک سطح قرار داشته باشه یک سیل خوب، یک لایه بسیار خوب ایجاد میکنه، از نفوذ مواد در زیر از زینک اکساید ایژینول چی میکنه؟ جلوگیری میکنه. و دیگه خاصیت چی است؟ که خاصیت آنتی باکتریال داره. یعنی خاصیت چی داره؟ خاصیت ضد میکروبی داره. پس زینک اکساید ایژینول خاصیت تسکین دهنده داره، خاصیت سیل کننده داره، خاصیت چی داره؟ آنتی باکتریال داره. اما یک نواقص چی است دکتر صاحب؟ که استحکام فشاریش پایان است. و چی معنا؟ که در مقابل فشار که بالایش وارد میشه مقاومت نداره. و همچنان دیگه خصوصیت یعنی به این معنا همین فشار که وارد میشه بالای این دندان، این در حقیقت از جمله چی گفته میشه؟ تحریکات مکانیکی گفته میشه. این هم میتونه مثلا در این حالت چی کنه؟ پلپ ما را محافظت کنه. و اینمی زینک اکساید ایژینول ما به حیث لاینر در زیر پرکاری های کمپوزیت استفاده نمی کنیم.
در حقیقت ما می لاینرها بسیار چه قسم چرا استفاده میکنیم دکتر صاحب؟ به خاطر که پلپ چی کنیم؟ محافظت کنیم. متوجه هستیم؟ تحریکات اینمی بیزها لاینرها بگیره و از انتقال به پلپ چی شود؟ جلوگیری شود. اینال یکی ورنش خواندیم، دیگر چی را خواندیم؟ زینک اکساید ژینول خواندیم. ورنش هم میتونستیم در زیر پرکاری های کمپوزیت امالگم استفاده کنیم، زینک اکساید ژینول هم میتونیم استفاده کنیم، اما زینک اکساید ژینول هم نمیتونیم که در زیر پرکاری های کمپوزیت از چی کنیم؟ استفاده کنیم. دیگر از جمله لاینرها دکتر صاحب کلسیم هیدروکساید است. کلسیم هیدروکساید از جمله چی است؟ لاینر است. چرا لاینر است؟ به خاطر از دکتر صاحب که ما باید این ضخامتش باید چی باشه؟ کم باشه. یعنی ضخامتش از 0.5 میلی متر باید زیاد نباشه. خصوصیت چیه دکتر صاحب که یک خون دینتین تنبیه میکنه، یعنی پروسه دینتینوژنز تنبیه میکنه و دیگه خاصیت چی داره؟ آنتی باکتریال داره. خاصیت آنتی باکتریال کلسیم هیدروکساید به خاطر چی داره دکتر صاحب؟ به خاطر از داره که پیچش چی است؟ قلوی است. پیچ قلوی داره، در جاهایی که التهاب باشه یا اسید موجود باشه در اون ساحه میره نفوذ میکنه، اما محیط اسیدی رو چی میکنه؟ خنثی میکنه. پس دکتر صاحب لاینرها دکتر صاحب چی است؟ رول مهمه در محافظت چی داره؟ کیمیاوی داره، یعنی از نفوذ مواد کیمیایی میتونه در داخل پلپ جلوگیری کنه. دیگه و رول دیگه چی است که در مقابل دواهایی که وارد بعد دواها که مضر می باشه و نفس پلپی رو میتونه محافظت کنه. اما لاینرها دکتر صاحبان نمیتونن که یک عایق حرارتی خوب باشن. متوجه هستید؟ نمیتونن که محافظت کنن پلپ از نفوذ چی؟ نفوذ گرمی و سردی. یعنی ما در کدام حالت ها؟ مثلا در حالات که ضرورت باشه که ما پلپ از در مقابل گرمی و سردی محافظت کنیم، ما لاینر استفاده کردن نمیتونیم. اما در حالات دیگه مثلا خاصیت ضد باکتریایی داره، ضد تسکین دهنده داره، خاصیت سیلیکونی خوب داره، میتونیم که از لاینرها چی کنیم؟ استفاده کنیم. الان ما بیزها را میخوایم دکتر صاحب. بیزها چیست؟ بیزها دکتر صاحب میتونه که زنک فسفات بهترین بیز است، دیگه پلیکاربوکسیلات بیز خوب است و دیگه زنک اکساید ژینول خوب است. قسمی که براتون گفتم که اینمی بیز لاینرها نسج پلپ ما را در مقابل صدمات حرارتی محافظت کردن نمیتونه. اینا ما ضرورت داریم که هم در مقابل صدمات حرارتی محافظت کردن میتونن دکتر صاحب، هم در مقابل صدماتی که میخانیکی باشن. یعنی در هنگامی که فشار زیاد در ساحه وارد کنیم ما در اون حالت نمیتونیم که نسج پلپ ما را چی کنیم؟ توسط بیزها محافظت کنیم. اینا در این حالت ضرورت داریم که از بیزها استفاده کنیم. بیزها دکتر صاحب یک خصوصیت بسیار مهمشان است که عایق حرارتی خوب است، خصوصا زنک فسفات. زنک فسفات یک عایق حرارتی خوب میباشه. به چه معنا دکتر صاحب؟ که گرمی و سردی داخل پلپ چی میکنه؟ جلوگیری میکنه. اما یگانه خصوصیت نامطلوب از این است که اسیدیتی زیاد است. یعنی فیصدی مواد اسیدی که در داخل از این است دکتر صاحب فسفوریک اسید است. اینمی میتونه که بر نسج پلپ چی باشه؟ صدمه دهنده باشه. یعنی پلپ در مقابل محرک های کیمیایی که شامل اینمی دواهاست محافظت کردن نمیتونه. اینا در اون حالت دکتر صاحب ما چی ضرورت داریم که باید تحت بیز از یک لاینر استفاده کنیم که پلپ ما در مقابل نفوذ مواد کیمیایی چی کنه؟ جلوگیری کنه. مثلا ما میتونیم که در زیر یک پرکاری عملگم از دکتر صاحب و پرکاری عملگم میکنیم. اول چی میکنیم؟ ورنش میزنیم چرا که تیوبول های دینتین مسدود شوند. بعد از اون ما چی داریم؟ ضرورت داریم که از زنک فسفات استفاده کنیم. زنک فسفات چرا استفاده میکنیم؟ چون عملگم در ترکیبی که در فلزاتی که در ترکیب از وجود داره یا چی هستن؟ حرارت چی میکنه؟ نفوذ میده. یعنی عایق حرارتی خوب نیستن یا سبب از این چی میشه؟ هدایت حرارتیشان بالاست، حرارت انتقال میدن. باید از چی استفاده کنیم؟ از اینمی سمنت زنک فسفات استفاده کنیم. و بر علاوه که زنک فسفات عایق حرارتی خوب است، دیگر خاصیتش است که چی است؟ استحکام فشارش بالاست. یعنی به چی معنی؟ در مقابل اینمی کاندنس نمودن یا بچق کردن مواد عملگمی که ما وارد میکنیم میتونه که صدمه بر نسج پلپ برسه. اینمی چی میکنه؟ پلپ ما را محافظت میکنه. دیگر زنک اکساید ژینول تقویت شده از دکتر صاحب. یکی زنک اکساید ژینول عادی بود که به حیث لاینر استفاده میشد چون استحکامش در مقابل فشار بالا نبود. حالا زنک اکساید ژینول چی دکتر صاحب؟ تقویت شده که در این زنک اکساید است که برش چی اضافه کردن؟ یک مواد از به نام EPA باید اضافه کردن که نمی خاصیت خواص میخانیکی از یعنی استحکام از در مقابل فشار چی کنه؟ بالا ببرن.
و چون یک خصوصیت دیگه چیست، چون اسیدی نیست، این زنک اکساید ژینول ما ضرورت نداریم که در زیرش از چی استفاده کنیم، از کدام لاینر استفاده کنیم یا مثل ورنش. و دیگه سمنت پولیکاربوکسیلات است که سمنت پولیکاربوکسیلات این حجمه بیس است، با نسج دندان یک پیوند کیمیایی را برقرار میکنه. یعنی ما میتونه که با دندان یک رابطه چی را ایجاد کنه، یک رابطه کیمیایی را ایجاد کنه. این هم دکتر صاحب چون در ترکیب از این هم دکتر صاحب اسید نیست، ضرورت نداریم که در تحت از چی استفاده کنیم، از اسید استفاده کنیم و استحکام فشارشون فوق العاده بالا میبره. و دیگه از جمله بیس ها دکتر صاحب چی است؟ گلاسینامید دکتر صاحب یک بیس بسیار خوب است، بایو کامپتیبل است، به این معنا دکتر صاحب که سازگاری خوب با نسج دندان داره و ضریب انبساط حرارتیشان گفتیم در مقابل چی قرار داره؟ مثل دندان، در مانند نسج دندان است. با چی معنا دکتر صاحب که دندان هم میفهمین دکتر صاحب در محیط قرار داره، در محیط جاف دهن ما قرار داره که میتونه زود در محیط تغییر کنه، سرد شود، میتونه محیط تغییر کنه چی شود؟ گرم شود. اینمی گلاسینامید اینمی خاصیت داره دکتر صاحب که نمیشه که هنگامی که گرمی باشه این انبساط کنه یا هنگامی که سردی باشه این قباض کنه جمع شود. اینمی خصوصیت نداره، به همین خاطر میگه که ضریب انبساط حرارتیش مثل نسج دندان است. عیناً مانند در نسج دندان وقتی گرمی وارد شود انبساط نمیکنه، وقتی سردی وارد شود انقباض نمیکنه. عیناً اینمی خصوصیت داره. و دیگه دکتر صاحب این هم یک مواد است که در تحت ضرورت بچی نداره و ورنش نداره، چون میتونه که بای کامپتیبل است، گفتیم با نسج پلپ و دندان سرمند دهنده برشان نمیباشه. پس در بیس های ما چی شامل بود دکتر صاحب؟ زنک اکساید ژینول تقویت شده، زنک فسفات، پولیکاربوکسیلات و گلاسینامید. در لاینر ما چی شامل بود دکتر صاحب؟ یکی ورنش شامل بود، زنک اکساید بود، زنک اکساید ژینول بدون تقویت شده، کلسیم هیدروکساید بود. این هم دکتر صاحب سمنت زنک فسفات است، یعنی لیکویدش است، مایش است. عیناً یا رو باید میتونیم ضخامتشون کمی تا حدود 2 میلیمتر هم چی کنیم، میتونیم که بالای کویته انتقال بدیم. کویته ها را دکتر صاحب نظر به عمقشان به 4 گروه تقسیم کردن. کویته هایی که دکتر صاحب عمقش کم است، بچی مانا دکتر صاحب که یک مقدار زیاد از نسج دندان باقی مانده، یعنی زیاد ما عمیق نرفتیم، فقط اونم کویته ما چیه؟ سطحی است. اینا را اگر از عملگم استفاده کنیم چی میکنیم؟ یک طبقه ورنش را میزنیم، چون چیا را پر کنه تیبول های دندان که از نفوذ اینمی ترکیبات فلزات که در ترکیب عملگم از این جلوگیری شود. دیگر ضرورت به چی نداریم؟ به بیس نداریم. هم کویته هایی که ببینیم دکتر صاحب عمقش متوسط است، یعنی نه عمقش قدر کم است نه عمقش بسیار عمیق است. اینا در اون حالت چی میکنیم دکتر صاحب؟ اول یک چی را میمونیم، ورنش میزنیم، بعد از ورنش چی میمونیم؟ زنک فسفات میمونیم. به حیث چی؟ به حیث هایت بعد از اون عملگم پرکاری میکنیم. و دیگر کویته هایی که دکتر صاحب عمقش بسیار زیاد است، متوجه هستین؟ کم بود که متوسط، اینی بسیار زیاد. وقتی که عمق قضیه بسیار زیاد باشد در این دکتر صاحب چی میکنیم؟ اول یک طبقه ورنش میزنیم، بعد طبقه دوم مال چی میمونیم؟ ببخشید اول یک طبقه چی میزنیم؟ زنک اکساید ژینول میزنیم، بعد از اون یک طبقه زنک اکساید ژینول خاصیت چی میزنه؟ خاصیت تسکین دهنده درد نداره، نه خاصیت ضد باکتری است، پلپ چی کنه؟ محافظت کنه. و دیگه خاصیت چی داره؟ خاصیت سیل بسیار خوب داره، پلپ چی میکنه؟ خوب محافظت میکنه. بعد از اون ورنش میزنیم که تیبول های دندان مسدود شود و بعد از اون دکتر صاحب چی میکنیم؟ زنک فسفات میمونیم، بعد از اون عملگم پرکاری میکنیم. یعنی چند طبقه شد؟ اول زنک اکساید ژینول، بعد از ورنش، بعد از اون زنک فسفات و بعد از اون چی؟ زنک اکساید ببخشید پرکاری توسط عملگم. و دیگه کویته های ما عمقش بسیار زیاد است و بیخی دیگه نزدیک پلپ است. فکر کنید 0.5 میلیمتر از دندان باقی مانده در ساحت. اول دکتر صاحب کلسیم هیدروکساید در ساحه میگذاریم. به خاطر چی میگذاریم؟ که چون طبقه دندان 0.5 میلیمتر باقی مانده، ابتدا ضرورت است که دندان جنین استنبه شود، دندان بسازنده این ترشور دندان ساخته شود که یک لایه محافظتی ایجاد شود که پلپ چی کنه؟ محافظت کنه. بعد از دکتر صاحب باز میتونیم که زنک فسفات بانیم و بالاخره میتونیم که چی کنیم؟ از گلاسینامید از پرکاری مثل کمپوزیت یا عملگم چی کنیم؟ استفاده کنیم. دکتر صاحب درستان اما قدر بود. خدا کنه دکتر صاحب که از درس ها چیز فهمیده باشید. در صورت سوال میتونید که از ما سوال کنید. وقت خوش، روز خوش بر همتان میخوایم. خداوند